استقلالیت کامل کشورمان شرایط فراهم آورد تا تمام ساحه‌ها از جمله اقتصادی و اجتماعی و مقامات قدرتی و سودی در مملکت رو به پیشروی نهند. توجه همیشگی حکومت مملکت علل خصوص رهبر دولت باعث به آن شد که امروز جمهوری تاجیکستان به مرحله نو انکشاف تاریخی بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی یگانه و اجتماعی وارد گردید. آبادانی و سازندگی دو جنبه رشد تاجیکستان است، مادی و معنوی. با رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، کشور به سوی آینده درخشان قدم میزند. هر یک شهروند مسئول است که در آباد کردن وطن محبوب خود سهم گذارد. در این دوره حاکمیت سعودی همچون رکن مهم و ضروری ساختار حاکمیت دولتی معرفی گردیده، از جهت طرز تشکیلی و صفتی و مقداری نهادهای به عمل برآوری عدالت سعودی انکشاف یافت و بار اول در نظام سعودی مملکت سود کنستیتوسیونی، سودهای اقتصادی و حربی ارزی وجود نمودند. بنای علاوگی کارمندان مقامات سود ناحیه یاوون که از انشاءات جشنی 35 سالگی به حساب می رود، با اشتراک رئیس سود عالی و مقامات اجرایی حکومت دولتی مورد بهره برداری قرار گرفت. تامین شرایط ضروری مادی و تکنیکی بخصوص با بنای تجهیزات مناسب تامین کردن سودهای جمهوری مورد توجه خاص حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. محض با تشبس‌های بی‌واسطه و دستور هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مقامات سعودی در قطار دیگر ساحه‌های کشور سالهای اخیر رشد و تکمیل می‌یابد. قامت افراختن بنای علاوگی سود ناحیه یاوون و از تعمیر اساسی برآوردن بنای اساسی، ادامه منطقی تطبیق عملی سیاست بنیادکارانه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان میباشد. بنای علاوگی از دو آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم تالار مجلسگاه برای 60 نفر و در آشیانه دوم 4 حجره برای کار و استراحت کارمندان بوده از شرایط خوب برخوردار است. در دایره این تدبیر بنای اساسی سود و تمام اتاقهای کارمندان پر را تعمیر و از نوسازی شده‌اند که بیشک برای منتظم و در سطح ضروری پیش بردن کار و فعالیت نقش مؤثر می‌گذارد. кушодашавии бинои нави суд на танҳо ифтитиҳои нав, балки қадаме ба пеш дар роҳи таҳкими адолати судӣ, волояти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мебошад. ин бинои замонавӣ бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. шароити мусоиди корӣ, толорҳои васеи маҷлис ва истифодаи технологияи муосир имкон медиҳад ки баррасии парвандаҳо шаффофтар ва ба сифат сурат гирад, муроҷиати шаҳрвандон дар сатҳи баланд ва бо эҳтиром қабул шавад, кормандони суд дар шароити арзанда вазифаҳои пурмасъулияти худро иҷро намоянд. لازم به یادآوری است که انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم صاحبکاران وطنی ساخته و تعمیر گردیده، همچون تحفه 35 سالگی استقلالیت دولتی به کارمندان این نهاد قدرتی تقدیم کرده شد. بنای نوی که در پهلوی بنای سود ناحیه یاوون به استفاده داده شد با تمام تجهیزات تامین کرده شده است و این هم باز هم کاری فعالیت کارمندان حکومت سودی رو در ناحیه یاوون خوبتر و بهتر میکند و ما جواباً به این دستگیری ها و غمخوری رهبر دولت وعده میدیم که کار رو در سطح خوب برآ مانده بهر تامین عدالت حفظ اجتماعی سعی کوشش خود رو به راه خواهیم ماند. مسئولین ضمن افتتاح و صحبت با کارمندان مقامات سود اقدام سازندگی آنها را نمونه عبرت ارزیابی کرده بابت شفاف و بررسی عادلانه پرونده ها دستور و مصلحت های مشخص دادند. با قناعتمندی گفته شد که چنین تشبس های سازندگی از تاکید و هدایت های رهبر دولت منشأ گرفته می‌سازد تا در دیگر شهر و ناحیه ها نیز چنین بنیادکاری ها برای فعالیت صافدلانه کارمندان سود پیاده کرده شود.